داریم و هر بزرگ آرزو داره کاش دوره کودکی برگرده و قوطی و 4 چیز چوب. میگه یک قوطی و 4 چوب. 1 2 3 اثر برش بگو. 1 مار 100 غار. میگه 1 مار و 100 غار. به یا توفه در زمون چینل یوتیوب در طرف نه در اصلا در افغانستان نه تا در کم انشالله چه که جوان ولری او پاینده که دکتر روسی یا تقدیمت میکنم. درست است؟ از همکارا میخوایم تشکر. دیگه امید است که همیشه موفق باشی یوسف جان. تشکر زنده. سلام دوستای عزیز، امید که هر جای دنیا هستین لباس عافیت به تنتان باشه. امروز یک برنامه ویژه از چینل یوتیوب آذان افغانستان باز من احمد زبیر طاهری در خدمت شما قرار دارم. این روز چه روز است و برنامه ویژه در رابطه با چه هست؟ بیاین که براتان سورپرایز بدم که امروز شادترین لحظات زندگی را با کودکا داریم و هر بزرگ آرزو داره کاش دوره کودکی برگرده و من در کنارم عزیزا و کودکا را دارم و امروز آمدیم تا روز جهانی کودک را در میان این عزیزا و این گلای نوشگفته با شما با یک برنامه پر از هیجان سرگرمی داشته باشم. پس بهتر است که اول سابسکرایب نموده یوتیوب چینل ما را، بعد زنگوله را فشار بتین و تا آخر این برنامه ما را همراه باشین. بیاین که با هم بریم ببینیم چه ها هست این برنامه، چه زیبایی های خود داره. با ما همراه باشین. برنامه از قاری صاحب آمد. محترم صنف 11 خوشمدم با تلاوت قرآن کریم روح روان ما را شاد بسازد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم الحق
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين وما كيد الكافرين إلا في ضلال لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه واجعل الجنة مثواه ومثوانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Thank you.
بنعمت حق خدای که دا بیان گئے چینو میں پرمونه کے سبحان دے ہم پاشا لیتے جملوں پادشاہان و ہم ہر یو سلطان کتر سلطان دے زہاں پخپل وار سره د ماشومان د ورځې په مناسبت تاسو ته مبارکي وایم او د خپل د خدای د دربار څخه تاسو ته سوکالي غواړم. A happy Children's Day to all the kids in the world. Every child is a miracle, with each having their own ways make this world a beautiful place for us. Now I want Mohsin come here is stage and talk about his topic. Bismillahirrahmanirrahim. استادای نهایت گرامی، والدین گرامی، شاگردای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح همه شما بخیر، روز همه شما بخیر. خدا کنه که روز بخیر آغاز کرده باشین. حضار گرامی، من هم به نوبه خود به نمایندگی از اداره لیسه خصوصی خیبر روز جهانی کودک و همه شما کودکای عزیز و خصوصا کودکای رنجیده افغانستان و تمام کودکای تمام جهان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. روز را خجست‌آباد می‌گوییم و از صمیم قلب همتون مبارکباد می‌گوییم. خب می‌بینیم که از طرف اداره لیسه خصوصی خیبر کیک قرار دیدن و لازم است که با این کودک‌ها و این نهادهای جامعه ما دقت کنند. از جناب مدیر صاحب سید عبدالفهیم هاشمی تقاضا میکنم حضور برام برسانند، یک کیک اونا قطع کنند و از استاد بزرگوار استاد محمد خان به نمایندگی از تمام اساتید خواهش میکنم اونا حضور داشته باشند. جناب مدیر صاحب و بانی اکار نازنین دو تا کیک قطع کنند. بفرمایید.
خب بازم خوش آمدید دوستای عزیزی که همین بیننده چینل یوتیوب ما هستین. ما گفتیم سورپرایز داریم. امروز روز جهانی اطفال است و اطفال نازنین در کنار خود می داشته باشیم. بازم دو تا طفل نازنین داریم. اول اسمشون رو میپرسیم، بعد میریم سراغ گیم و پرسش. اسمت چیه؟ خب رستم جان صنف چند هستی؟ چهارم الف. اسم شما؟ تبسم جان صنف چند هستی؟ ششم الف. آها، تبسم ششم الف است، رستم جان چهارم الف. ببینیم 6 و 4 بیشتر 3 برد، اما ببینیم این بار این برنامه چیستان است. یکی اینا یکیشان یک چیستان میگه. چیستان بلدی؟ تو چطور؟ خوب است. یک چیستانی از این میپرسه و یک چیستانی از این. هر کدام که برنده شد برنده است و هر کسی که من ثانیه ها را میشمارم 10 ثانیه ما میشمارم. اگر نتونست باز برایش نمرهش کٹ میشه، یعنی جواب گفتن نتونست. اول کی میپرسه؟ شما میپرسید؟ خب یک قوطی و 4 چیز چوب. میگه یک قوطی و 4 چوب. 1 2 3 نه، متاسفانه رستم جان نتونست جواب بده. خب یک چانس بر رستم میده، میام یک تا بپرسه. درست است؟ رستم جان یک تا بپرس. مادر کج پلیس اور مادر کج پلیس اور سوسام. مادر کج پلیس اور یک مور صد توان. اثر برش بگو. یک مور صد توان. میگه یک مور و 100 غار. به به. نه، دو صنف مساوی پیش میره. میبینید این دوتا هر دوتایش نتانستن از یکی دیگر از جواب بده. پس دو تا داوطلب دیگر میخوایم از این دوتا بپرسه. نه 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 این قسم نمیخوایم. لطفاً خودت بیا او بچه بیا بس بشینی. نامد دیگه گیم بیاین شما. آفرین. ببینیم طفل نازنین اسمت چی است؟ ایاز. ایاز جان در کنار ما است. 2 دانه چیستان از این 2 نفر میپرسید. درست؟ اول از کدامش؟ رستم جان بپرس. چیستان چیست؟ چاق است استخوان نداره. چیستان چیست که چاق است استخوان نداره؟ مار. میگه مار. غلط. پس رستم نتانست جواب بده. میریم سراغ بعدی چیستان. یک تا گل تمام خانه گل. یک تا گل تمام خانه گل. البته ما نقل دادیم. چرا؟ بله البته این هم نقل بود، ولی خیر درست میگیریمش. چون وقت برنامه را زیاد نگیریم بازم هر دوتایش جایزه میدیم. تشکر از خودت. در بازی بعدی انشالله با ما باش. خب 2 تا تحفه ما در نظر گرفتیم و این 2 تا از اطفال نازنین از طرف یوتیوب چینل برای هر دویش اهدا میکنیم. اول نام خودت مدینه؟ تبسم جان. موفق باشی تبسم جان همیشه. کف بزنید افتخار. و یکی هم تشکر. یکی هم به رستم جان. رستم جان موفق باشی. نفته تشکر. خب دوستای عزیز این گیم هم تای جدیدی امید که لذت برده باشین. میریم سراغ آخرین گیم، آخرین پرسش ها.
نرگس صمدی که تشریف بیارید اینجا در کنار یک اطفال و کیک دوم را قطع کنند. شما منتظر باشید. تشکر از همگی. بازم با ما باشید. شمایی که یوتیوب چینل ما هستید و آقای جذاب بشه. بازم درود نثار شما عزیزان و شما کودکانی که اکنون برنامه را با تمام شور و شوق دنبال میکنین. امروز روز جهانی کودک و هست و ما در کنار خود یکی از آموزگارا را داریم که بیشتر از 35 سال را با کودکان و نونهالای کشور سپری کرده. جناب استاد خان محمد یعقوبی را در کنار خود دارم. چه خوش است که از خود ایشان پیام تبریکی و سخنانشان را بشنویم. سلام عرض ادب استاد. خوب هستین؟ خیرت، تشکر. زنده باشین برادر محترم. من هم به نوبه خود روز جهانی کودک را 11 جوزا را از صمیم قلب برای تمام نونهالان و نوباوگان سرزمین خود، کودکان عزیز، تبریک و تهنیت عرض می دارم و از خداوند متعال استدعا می نمایم تا در وطن ما امن و امنیت و آرامی برپا شود، بهتر شود، خوبتر شود و بتانیم در فضای امن و آرامش کودکای خود، این نونهالان و نوباوگان سرزمین خود را در اطلاع و ترقیشان سعی و کوشش بهتر و بیشتر کنیم. یک بار دیگه هم از صمیم قلب روز جهانی کودک را بر شما و از طریق برنامه شما تبریک و تهنیت عرض می دارم. انشالله که موفق و کامیاب و کامگار باشین. تشکر استاد معزز. پس یک خاطره خوبم از استاد بشنویم. 35 سال یک عمر است برای یک انسان. درست است استاد؟ بله، اما درست است جناب. ما تقریبا 35 سال در بخش‌های مختلف، در مکاتب مختلف و در جاهای مختلف ما به تربیت و تعلیم اولاد وطن که مرحمت گماشتیم. انشالله که خداوند ایره با عنوان پاداش از ما بپذیره. انشالله که پذیرا همه است و استاد بزرگوار یک شخصیت علمی و افتخار بزرگ است برای همه ما. خیلی خوشحال هستم استاد. دورانی که اگر از این کودکا و نونهالا خاطره اگر داشته باشین از روز جهانی کودک، حالا اگر در ذهنتان باشه برای ما و بیننده هایی که ما را میبینن بیان کنید. برادر محترم، در زمانی که ما شاگرد و متعلم مکتب بودیم همچون مسائلی دشوار بود، مشکلات خیلی زیاد بود و به ندرت همچون مسائلی به وجود می آمد که از کودکان تجلیل به عمل بیاید. حال دوره هایی است که دوره بهتر شده است و مردم هم تلاش زیاد دارند و مثل که برنامه های شما در این قسمت زیاد کوشش میکنن. مردم هم همین کار را میکنن. انشالله خوش باشین. تشکر استاد. خیلی خوب شعر به یاد می داشته باشه و تا جایی که من میشناسم و میفهمم. استاد یک شعری را اگر در رابطه با روز جهانی کودک اگر در دست باشه بیان کنید. خب شعر در بخش‌های مختلف زیاد است، اما در بخش کودک از دوره‌های کودکی است که به اصطلاح دوره متعلمی
شعر شنیده میگه ای کودک دلفریب و زیبا، ای مایه زندگانی من. در پای تو سر کنم عزیزم، این عمر من و جوانی من. به 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 به، تشکر استاد، خیلی خوشحال شدم. تشکر. سخنهای استاد هم شنیدیم، شعر زیبا هم شنیدیم. یک آموزگار دیگر هم با خود داریم و بعدا امروز هم شما را آشنا میسازم. میریم که پیدا کنیم. امروز روز جهانی کودک است، همه استادا مصروف کودک ها هستند، پس با ما باشین. کودکی دورانی است که همیشه حسرتش را میخوریم. ای کاش دوباره برگردیم به زمان کودکی. حالا آمدیم کنار خیابان، اینجا یک دوستک ما هست، نمیدانیم غرفه از خودش است یا از کسی هست کار میکند. از این یک مصاحبه میریم. سلام. سلام علیکم. علیک سلام. نامک چی است؟ نام محمد یوسف است. یوسف جان، نام خدا. یوسف جان، امروز خبر داری چه روز است؟ بله، روز کودک است. ای چقدر بچه، ماشاءالله ماشاءالله. روز کودک به دوستایی که میبینه تبریک نمیگی؟ به همه دوستای ما که ما را از مصاحبه ما استاد تماشا میکنن مبارک. آفرین. و ما هم از صمیم قلب به خودت تبریک میگیم. درست است؟ صنف چند است یوسف جان؟ من متعلم صنف هفتم هستم. نام خدا، صنف هفتم است. در پولی که درس میخوانی اینجا شاگرد هستی یا از خودت است؟ نه، یه غرفه از خودم است. ماشاءالله، عجب، چقدر خوب است که هم همت کار داری هم درس میخوانی. درست است؟ بله ها. خب خودت یوسف جان میخوای داینده چی شوی به نظرت؟ داینده هم میخوایم دکتر شوم که به ملتم کمک کنم. به به، پس یک دکتر کوچک در کنار ما هست و انشالله که به او موفقیت رو برسی و دعا میکنیم برات. انشالله بخیر. از طرف یوتیوب چینل ما یک تحفه ناچیز کم هم هست، کم ما و کرم شما. تدارک دیدیم، امیر تقدیمت میکنم. درست است؟ از همکارا میخوایم تشکر. دیگه امید است که همیشه موفق باشی یوسف جان. تشکر، زنده باشین. با دوستکایت سلام نمی کنی؟ به همه دوستای ما سلام میگم. روز کودک بازم برشان تبریک میگم. تشکر که شما هم بیننده هستین، با ما همراه باشین. بازم سلام دوستکای عزیز، امید که همیشه هر جای هستین سلامت باشین. در کنارم باز یک دوست دیگر را دارم. سلام علیکم. پختو غږیږي چې فارسی؟ اوه ماشاءالله دا پختو غږیږي. نوم دې څه دی؟ عطاالله جان. څوم صنف یې؟ ماشاءالله اول صنف کې. خبر یې نن ورځ چې شی ورځ ده؟ ښه، نن ورځ د ماشومان ورځ دی او زه صمیمانه د تا نه تبریکي وایم او غواړم چې انشاءالله په آینده کې ښه ژوند ولري او ښه کارونه وکړي. ښه، اوس څه کوې دلته؟ د کچالو خرڅوم. ماشاءالله. بیر چې د ښوونځي راځې دلته کار وکړې؟ ښه، ډېر ښه. غواړې چې په آینده کې څه به اوسې؟ ډاکټر سې چې ډاکټر سم؟ ماشاءالله. یو بله ډاکټر ما سره شته انشاءالله. عطاالله جان بیا ډاکټر کېږي، مونږ راځو بیا مونږ د تداوي کوې که نه؟ ماشاءالله انشاءالله بیا تداوي وکړه. غواړې چې څه لوب وکړې د ملګري سره؟ فوټبال سره مینه لرې؟ کریستیانو رونالډو پیژنې؟ هغه چې په عربستان. ښه، عطاالله جان دا به وایي چې راحیل خان سره مینه ډېر لرې چې دا کریستیانو رونالډو نه؟ راشد خان سره. او د زمونږ لوبغاړی دی، د کرکټ لوبغاړی. او راشد خان سره مینه لري. راشد خان سلام. ښه، اوس به دا یو تحفه ده زمونږ چینل یوټیوب د طرف نه د آذان د افغانستان نه تا نه درکوم انشاءالله چې ښه ژوند ولري او په آینده کې ته د ډاکټر اوسې او ښه روښانه ژوند ولري. خیر اوسه. یو خدای پامان وکړه مونږ سره. خدای پامان. خدای پامان. دوستای نهایت عزیز، ما هم دیگه آهسته آهسته میرسیم به آخرین دقایق برنامه ویژه ما و ناگزیر هستیم که از شما خداحافظی کنیم. دوستای عزیز، ما رفتیم دیدیم که در لیسه خصوصی خیبر جا دارد که از اونام سپاسگزار باشیم از جناب سید عبدالفهیم هاشمی هم که ما را همکاری کردن و اجازه دادن که با اطفال باشیم و شما را هم به خداوند کریم رحیم میسپارم. اما پیش از او یادتان نره که باز هم چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نموده، زنگوله را فشار بتین تا برنامه‌های جذاب و دیدنی دیگه که
محمد زبید طاهری با همکار عزیزم صفت جان در خدمت شما حاضر میشیم. شما را به خداوند کریم و رحیم و منان میسپارم. ایام به کام همتان باد.